الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز أهل توحید، بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 20 از آموزش ارکان ایمان است و ما تا این حلقه به شما رکن اول ایمان را شرح دادیم، توضیح دادیم، بیان نمودیم و این حلقه هم حلقه آخرین در مسئله رکن اول ایمان آمنتو بالله است. بله برادرم، بارک الله فیک، این 20 حلقه برای آمنتو بالله کم است. این 20 جلسه، 20 نشست و در 20 نشست یک ساعتی نیم ساعتی آموزش الله کم است. الله که رب العالمین است، خالق السماوات والأراضین است، مالک یوم الدین است، بیده ملکوت کل شیء است، عالم الغیب و الشهاده است. الله که سبحانه و تعالی رزق دهنده تو است و تو را میبیند و میشنود. آموزش این الله سبحانه و تعالی و ایمان آوردن به او ابدی از روزی تولدت که عقل کمی پیدا کردی، کمی به فهمش رسیدی، یعنی از کودکی کمی به فهم رسیدی، تا روزی وفاتت باید تو این اللهت را، خالقت را، رازقت را، ربت را، معبود حقت را که یکتا هست و تنها است و بی نیاز است و احد است و صمد است، الحی القیوم است و حکم است و حکیم است و حاکم است، باید بیاموزی. شب و روز در بالای الله تأمل کنی، اندیشه کنی، فکر کنی، رحمت الله را، صبر الله را، بزرگی الله را، مهربانی الله را سبحانه و تعالی، زیاد بخشنده بودن الله را، بسیار دهنده بودن الله را، این یکتاگی الله را، بینیازی الله را، صفتهای زیبای او را، نامهای او را تو شب و روز باید بیاموزی، فکر کنی، اندیشه کنی. مقصد آفرینیشه که تمام موجودات و کائنات و بشر و انس و جن و میده و چوده که از همه موجودات وجود دارد، حشرات، این برای شناخت الله است که اصل دینم همین است که معرفت الله است. این 20 حلقه یک کوچکترین ذره ترین حلقه هاست برای شناخت الله سبحانه و تعالی. الله ما چقدر بزرگ است که شب و روز اگر صحبت کنی از روز تولدت تا روز مرگت، تمام بحرها، اقیانوسها، این آبهایی که دارد اگر رنگ بشود و تمام درختان عالم اگر قلم بشود، وصف الله رب العزت والجلال را کرده به پایان رسانیده نمیتواند. این است بزرگی الله، این است بزرگی معبود ما رب العزت والجلال سبحانه و تعالی. احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس ای برادری مسلمانم، ای خواهری مسلمانم، بارک الله فیک، هرگز به این 20 حلقه اکتفا نکن، هرگز نگو که کامل تمام مسئله به پایان رسید، بلکه بعد از این الله را در دیگر موضوع، در دیگر کتاب باز بیاموزیم. بعد از این کتاب اصول ثلاثه داریم که شرح میتیم اصول سیگانه. اصل دین، اولین اصل دین معرفت الله است. بعد از این شرح کتاب توحید که اولینش لا اله الا الله که الله است. و بعد از این
اسماء و صفات است که اسماء و صفات این همه درباره الله است سبحانه و تعالی. برای من علما گفتن شرف العلم بشرف المعلوم، بشرف المعلوم. شرف علم، کرامت علم، بزرگی علم به شرف و بزرگی و به شرف بزرگی همون چیزی آموخته شده ایستاده فهمیده میشه. این علمی که می‌آموزیم خیلی بزرگ است. برای این بارک الله فیکم، این کوچک است لیکن در این حلقه های کم مختصرا اون چیزهایی که برای یک فرد مسلمان ایمان آوردنش ضرور است و فرض است، فرض عین است، به شما بیان گشت تا که آمنت بالله قبول شود، به وجود بیاید، قبول شود و به وجود بیاید. اما امروز ما میبینیم که اهل بدعت معرفت الله را، شناخت الله را، توحید اسماء و صفات را به یک طرف گذاشتند. در بولش صحبتی که در قرآن آمده است، در سنت آمده است، در مذهب سلف صالح آمده است هرگز نمیگویند، در بالای این موضوع نمیگویند. رکن ایمان آمنت بالله است، رکن اسلام لا اله الا الله است، اصل دین معرفت الله است. رکن لا اله الا الله آمنت بالله است و آمنت بالله قبول نمی شود مگرم با کفر بالطاغوت، البراءة من الشرك وأهله والبراءة من الطاغوت، والولاء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. این مسائل اصول را که در همه جانب شریعت اصول است، معرفت الله است، از این دید دیگر مسئله بزرگ وجود ندارد، در بالاش صحبت نمی کنند. رفتن در بالای مسائل شهرت پیدا کننده صحبت می کنند. مسائل های خیلی هم فقهی نازک دقیق، در حالتی که مردم احتیاج به توحید دارند، احتیاج به اصل دین دارند، احتیاج به شناخت الله دارند، احتیاج در رکن دارند. رکن لا اله الا الله را چنان شرح داده می روند که یک حلقهشون 15 دقیقه چی بدنی این رکن معلوم نیست. به مردم این چیز، این مسئله خیلی هم کوچک میتابد، خیلی هم بیقدر میتابد. مردم فکر میکنن که این در دین ما مسئله کوچک است، عادی است. برای همین وقتی که ما امروز بسیاری مردم را دعوت میکنیم که ای مردم، ای مسلمان ها، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگوید به این معنا که اعلموا معناها، معناش بدانید، بیاموزید، دوست بدارید. و یکمین چیزی که در لا اله الا الله است کفر بالطاغوت است که این به ایمان به الله تعلق دارد. و دومینش ایمان به الله است که بدون کفر بالطاغوت به وجود نمیاد. ایمان به الله این رکن ایمان است، رکن اسلام است، اصل دین است و رکن لا اله الا الله است. مردم میگن که این چیز یک چیز عادی است، این چیز یک چیز عادی است. میگن به ما در مسائل قصه صحبت بکن، در مسائل عجایبات صحبت بکن، در مسائل فضائل صحبت بکن. برای همین برادرانم و خواهران عزیز اهل توحید، ما شما را دعوت میکنیم، ما به شما میرسونیم که به هر مجلسی رفتید، در هر مجلسی نشستید، هر وقتی که به شما الله سبحانه و تعالی فرصت سخن کردن را داد، در باب ریشه دین صحبت بکنید، در باب لا اله الا الله صحبت بکنید که همین شناخت الله است، آموزش الله است. زیرا که لا اله الا الله کفر بالطاغوت ایمان به الله است. ایمان بالله در لا اله الا الله آمنت بالله رکن اولی ایمان، در رکن دومی لا اله الا الله است. یعنی رکن دومی لا اله الا الله این آمنت بالله است، ایمان بالله است. النفی و الاثبات است، اثبات آمنت بالله است. همین رکن اولی ایمان است و رکن دومی لا اله الا الله است.
این مسائل رو بیان بکنید. در شناخت الله از کسی نترسید. در شناخت و بیان کردن حق در باب شناخت الله در مسائل توحید اسما و صفات، آمنت بالله رکن دومی یکم لا اله الا الله، پروای رضایت کسی رو، پروای غمگین شدن کسی رو، پروای غلاغل شدن رو، پروای ضرر رو نداشته باشید. انمین است دینمون، انمین است حق. و هر کسی که در همین باب نیست ضال مضل است. ضال مضل است کسی که وقتی مردم الله خود را نشناختند، از الله خود جاهل ماندند، از معبود خود جاهل ماندند، چگونه ایمان آوردن را نمیدانند. شما بیایید به اونها قصه را نقل بکنید. شما باید به اونها مسائل نازک دقایق، مسائل نوازل دقایق فقهی مستحبی مندوبی را نقل بکنید. الله المستعان، الله المستعان. این هم یک نمود جهالت است، یک نمود گمراهی است، یک نمود خیانت برای امت است، یک نمود خیانت بر امت است. پس مجلس شما باید از همین مسائل بیان کرده شد. کدام مسئله از این مسئله بزرگتر است؟ کدام مسئله از مسئله آمنت بالله بزرگتر است؟ یگان مسئله از این مسئله بزرگتر نیست. آمنت بالله در همه جا اصل دین است، در همه باب رکنی همون باب است. در لا اله الا الله رکن دوم لا اله الا الله است، اصل دین است، آمنت بالله است. در رکن پنج رکن اسلام یکمش بنی الاسلام علی خمسه، شهادت ان لا اله الا الله، شهادت دادن، گواهی دادن، ایمان آوردن، اقرار و تصدیق کردن به اینکه نیست معبودی بر حق بجز الله، الله نشناسی چگونه به او شهادت و گواهی میدی. در اینجا اولین رکن اسلام آمنت بالله است، اولین رکن ایمان آمنت بالله است، اولین اصل دین آمنت بالله است، اولین رکن اصل ایمان آمنت بالله است. الله اکبر، الله اکبر. پس این توحید است. انمین است مسلمانی برادرم. ای خواهرم، اللهت رو، معبودت رو شناس. شقیترین بدبختترین انسان کسی است که جاهل مانده است درباره الله خود، در بالای الله خود، معبودش، خالقش، رازقش جاهل است. اللهش رو نمیشناسد، اما همه چیزهای دیگر رو میشناسد. از همه موضوع صحبت میکند، در همه موضوع قیل و قال دارد، بلبال است. اما در مسئله شناخت الله غیر از صحبت‌های باطلی، صحبت‌های کفری، صحبت‌های انکاری و شرکی دیگر چیز رو ندارد. همین عقیده مگر اشعری و ماتریدی نیست؟ صحبت عقیده تعطیلی، انکاری، کفری و شرکی. پس از جمله اونها نباشید. معاذ الله، معاذ الله. اما این یک مقدمه بود. امروز ما درباره یک چند صفات الله سبحانه و تعالی صحبت بکنیم. صفت اول الله نزول الله. ایمان بیاور به نزول الله. ایمان آوردن به نزول الله، ایمان آوردن به الله است. کفر ورزیدن به نزول الله، کفر ورزیدن به الله است. پس این کفر است که کسی ایمان به نزول الله نداشته باشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن به این چیز بیان کرده که الله بالا می رود، پایان می آید. خیلی که الرحمن علی العرش استوا گفت. الله به بالای عرش استوا کرد. استوا چی؟ یعنی بالا رفت، بالای بالا شد. استوا به چون معنا میبرد؟ علا و ارتفع صعد و استقر. بالا شد و استقرار گرفت. استقرار یعنی ثبوت الشیء ما هو علیه، ثابت در یک جای ایستادن. نازل شدن رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن در حدیث متفق علیه. امام البخاری و امام المسلم رحمهم الله بیان نمودند که این حدیث آمده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. الله أكبر. بدرستی که ان تأکید صیغه تأکید است، ان صیغه تأکید است که
یعنی در حقیقت به درستی رسول الله گفتن که بعد از خودش آمده اسم رو منصوب و خبرش رو مرفوع میکرد. رسول الله که اسم اول هستند، ان رسول الله کرد. رسول الله، الله مضاف مضاف الیه است. قال، رسول الله گفتند نازل می شود، ینزل ربنا، ینزل ربنا. کی نازل می شود؟ فعل نازل شوی، ینزل نازل می شود. فاعلی همین نازل شونده فاعل کسی که همین نازل شدن انجام میدهد کی است؟ ربو، فاعل الله است. نه، این مو یعنی نازل می شود الله رب ما به سوی آسمان دنیا هر شب وقتی که باقی میماند 3/1 آخری شب. ما شب رو به 3 قسم تقسیم میکنیم، بعد از مغرب تا فجر. از مغرب تا فجر شب رو به 3 قسم تقسیم میکنیم. 3 آخری شب، 3/1 اول نه، نصف شب نه، آخری شب. پیش از فجر تقریبا 2 ساعت تا فجر، 2 ساعت پیش از فجر تا فجر، همین 3/1 آخری فجر است. البته این ساعت ها فرق میکنه. در بعض حالت خیلی، در بعض جایها در تابستان ها این وقتی کم شدنش ممکن است، در زمستان ها این وقتی کمی درازتر شدنش ممکن است از نظر ساعت اگر بگیرید. لیکن بالاخره آخری وقت پیش از فجر یک چند وقت. الله نازل می شود از بالای عرش به آسمان دنیا. اما اینجا مسئله همین است که آیا عرش خالی میماند یا نمیماند. علما گفتند که وقتی که معنای استوا رو استقرار گفتیم، استقرار معناش ثبوت الشیء علی ما هو علیه است، ثابت بودن یک چیز در همین جایی که هست. الله استقرار کرده باشد در بالای عرش، یعنی الله همیشه در بالای عرش ثابت است. ما اولا نباید در این مسئله نظر بکنیم، یعنی کفت و کو بکنیم. الله خبر نداد، این غیبیات است. اما اگر بگید که نباید میفهمیم، سلف در این باره قسمی گفتند، کمی از سلف، یک چند نفر از سلف گفتند که الله نازل می شود خودش کاملا، یعنی همین الله وقتی که نازل شد عرش از الله خالی میموند، یعنی عرش خالی میموند. اما جمهوری سلف، همه سلف یا اکثری سلف بجز اندک نفری گفتند که نه، الله همیشه در بالای عرش ثابت است، اما باز نازل میشد به آسمان دنیا. چگونه خود شما میدانید که چخل و چگونه بودن این مسئله در مسئله الله، اسما و صفات الله، این سوال بدعتی است. کفت و کوب کردن و دنبالگیری کردن در مسئله کیفیت صفات الله، چخل این صفات الله، چخل این صفات الله گفته کفر است. و این جواب به این سوال مشبهه شدن است، یعنی بگید که صفات الله کیفیتش این خیل است، نازل شدنش این خیل است، این خیل است گفتن، این منهجی مجسمه ها یا مشبهه یا ممثله است. اما انکار کردن نازل شدن الله، برای اینکه بگیم الله، ما بگویم به مانند اشعری و ماتریدی که الله به خاطر حمایت میگن، پاک منزه کردن، انکار صفات میکنن، این معطله و جهمیه و تعطیل و انکار است. و البته هر دویش هم یکی شرک تشبیه و تجسیم است، یکی شرک تعطیل است. و اهل سنت و الجماعت اثبات میکنن همون چیزی رو که الله اثبات کرد و انکار میکنن همون چیزی رو که الله از خودش انکار کرد. الله اثبات کرد که آخر شب 3/1 آخر شب نازل میشد. ما ایمان آوردیم. آمنت بالله، آمنا بالله و بما ثبت و بما اثبت لنفسی. به الله ایمان آوردیم و به همون چیزی که به نفسش ایمان و به نفسش الله ثابت کرد و رسولش به نفس الله ثابت کرد. و الله وقتی که به آسمان دنیا نازل می شود میگوید که من یدعونی فاستجیب له، کی مرا دعا میکرد، یعنی کی از من دعا معلوم است. اگر دعا را به معنای عبادت بگیرید یا دعا بگیرید، در هر دو حالت هم، در این وقت عبادت کنید هم قبول است، هر دعای کردید قبول است. من یسألونی فاعطیه، هر چیزی رو که از الله طلب کردید قبول میکرد. من یستغفرونی فاغفر له، هر گناه داشتید طلب مغفرت در همین وقت کردید الله قبول میکرد، میبخشد.
به شرطی که شما موحد باشید، مسلمان باشید، عقیده کفری شرکی نداشته باشید. مرحمت. هر شب 3 که آخری شب کمبودی رزقی داری، کمبودی سلامتی داری، مشکلی ضیق نفسی داری، الله سبحانه و تعالی همیشه دعای هر بندش رو قبول میکنه. و در این حدیث الله سبحانه و تعالی اثبات میکند به خودش صفتی چی رو؟ نزول رو. نزول یعنی چی؟ نازل شدن از بالا به پایان. الله معلوم است که در بالای عرش است و معلوم است که زمین. ما وقتی که نظر میکنیم به بالا میبینیم یکم آسمان اول رو میبینیم، طرف پایان رو، و این آسمان اول طرف بالا دارد. طرف بالای این آسمان جنت است و در بالا جنت، از جنت یکم نظر میکنید بالا رو با آسمان است. آسمان جنت است، این آسمان دوم است. بعد از آسمان دوم بالاش جنت دوم، طبقه دوم. در جنت دوم آسمان سوم است. در جنت سوم آسمان چهارم است. در جنت چهارم آسمان پنجم است. در جنت پنجم آسمان ششم است. در جنت ششم آسمان هفتم است. در بالای آسمان هفتم کرسی است. در بالای کرسی آب، در بالای آب عرش است و در بالای عرش الله است سبحانه و تعالی، جدا از مخلوقاتش است. و هر کسی که در بالا بودن الله را انکار کند، قبول نکند، تعویل و غیره و غیره بکند و بالاخره کلمه لامکان را به معنای این که الله در بالای عرش نیست استفاده ببرد، الله را در همه جا دارد، این عقیده وحدت الوجود حلولی اتحادی و عقیده کفر است. این آدم کافر است، زنش طلاق است. این چون آدم میگه که زنش طلاق است و این سخن را غمگین نشید که من گفتم. این سخن را ابن خزیمه در کتاب توحید میگه. خبر بدید، میگند از من خبر بدید به همون کسانی که در بالا بودن الله قبول ندارند که اینها کافر هستند، زنهایشون طلاق است. اینو اگر مرند جنازه برای اینها حرام است و مرده اینها را به قبرستان مسلمان گور نکنید، برید به یگان دشت و صحراها ترکش بکنید، اندازیدش جسمهاش بو گیرد. زاغ و زوغن گفتی تاجیکا، زاغ و زوغن و چرنده و پرنده از گوشتش استفاده برد. لیکن بارک الله فیکم، الله در بالای عرش است. الرحمن علی العرش استوى اامنتم من فی السماء و يرفع إليه كلمة الطيب والعمل الصالح، كلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه، يسعد إليه كلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه و بل رفعه الله إليه. این همه دلیل ها برای اینکه الله سبحانه و تعالی در بالا است. حدیث های زیادی دیگر است و الله از همین بالا در 3 شب آخری 3 آخری شب نازل می شود. چگونه و چخیل؟ کیفیت در این مسئله سوال کردن حرام است. ما چخیلی که در باب استوا میگیم همه خیل میگیم. در باب استوا امام مالک را یکی از اهل بدعت سوال داد که کیف استوا، ای امام مالک چخیل معنای استوا است، چخیل استوا کرد؟ پیامبر گفتند که الاستواء، معذرت خواهی میکنم، امام مالک رحمه الله گفتند که الاستواء معلوم. استوا، کلمه استوا در زبان عربی معلوم است، همه میداند که استوا چی معنی دارد. یگان جای معنی دیگر نیست، زیرا که ما قرآن و سنت رو به زبان عربی میفهمیم، دیگر زبان و تعویل و تحریف نیست. و کیفیته مجهول، اما چگونگیش رو در حق الله نمیدونیم، بله در حق یک انسانی که در پایان است، در نزد من شما هست، میدونیم که یک انسان دید که استوا کرد، استویتو، استوت و غیر و غیره، اینا میدونیم که بله. اما الله حالا به ما غیب است، ما به غیب ایمان آوردیم به واسطه رسولش، کتابش. الله از غیب اگر خبر ندهد، ما از پیش خودمون ساختنمون کفر است. چگونگیش رو الله به ما خبر نداد. برای چی خبر نداد؟ برای که عقلهای ما تصور کردنش ناممکن است.
عقلهای ما دایره کوتاه دارد، دایره معین دارد. عقلهای ما تصور میکند چیزی رو که دیده باشد، چیزی رو که ندیده است تصور کردنش امکان ناپذیر است. یا یک چیز رو باید تشبیه به یک چیز بکنی بعد بفهمی. عقل انسانیت ما همین است، یا چیز رو میبینیم و یا یک چیز رو به یک چیز مانند میکنیم. الله رو ندیدیم و الله رو مانند کردن هم ناممکن است، زیرا که الله مانند نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله به هیچ چیز مانند نیست و هیچ چیز مانند الله نیست و او بینا و شنوا است. پس برای همین که عقلهای ما تصور کرده نمیتواند، عقلهای ما فهمیش در این درجه رو ندارد، الله به مهربانیش به ما این چیز خبر نداد، زیرا که عاقبت این خیلی مشکل رو به من و شما ایجاد میکرد. تصور کرده نتوانسته به کفر شرک واقع میشتیم. من فکر میکنم یک رحمت الله به من و شما است که الله ما رو مکلف نکرد که کیفیتش رو بفهمیم، زیرا که باور میکنید اکثر انسان ها تصور کرده نمیتونن، نه فقط اکثر، همه انسان ها تصور کرده نمیتونن. برای همین الله از کیفیت به ما خبر نداد، اما کیفیت هست یا نیست. یعنی الله نازل شد، چگونگی در نزد الله هست، الله خودش میداند چگونگی، اما من شما رو خبر نداد. پس به من شما کیفیت، در باب کیفیت سخن کردن کفر است. ما در باب کیفیت میگیم که و کیفیته مجهول، کیفیتی چگونه نازل شدن الله، کیفیتی چگونه بالا رفتن الله، این برای ما مجهول است. اما در حق الله معلوم است. الله خودش میداند که چگونه میخندد، چگونه مثلا نازل میشه، چگونه بالا میره، الله اکبر، چگونه میاد و غیره. انا کنون یا خودی الله چگونه است؟ انا کنون کیفیت در نزد الله وجود دارد، لیکن الله به این عالم است و علیم است. اما از همون کیفیتی بوده به ما الله خبر نداد و ما نمیدونیم. برای همین هر کسی که در مسئله کیفیت صفت الله صحبت کرد، این مبتدع و مجسمه، مشبهه و ممثله میشد. اگر بگید که الله انا این خیل نازل میشد، الله انا این خیل نازل میشد، الله انا این خیل است، ما میگیم که این تمثیل است و این عاقبتش تشبیه است و عاقبتش تجسیم است و این کفر است. خود تشبیه، خود تمثیل، خود تجسیم کفر است. اما شرک است، شرک است، تشبیه به مخلوق است، برابر کردن مخلوق به الله و الله رو به مخلوق و غیره. کیفیتش مجهول است. اما امروز اشعری ها و ماتریدی ها کیفیت رو بالکل انکار میکنن. یعنی اشعری ها و ماتریدی ها کیفیتی که در نزد الله هست همین رو هم انکار میکنن. اشعری ها و ماتریدی ها اصلا صفت الله انکار کردن، چگونگیش رو نه فقط در این عالم، در بین مسلمان، در بین عقیده اسلامی در این عالم که ما میگیم کیفیت مجهولون، اشعری ها ماتریدی گفتن که اصلا الله کیفیت ندارد. یعنی خودی الله هم نمیداند این کیفیتش رو. برای چی؟ برای که کیفیت ندارد. چیزی نداشته رو چگونه میداند؟ الله خودش هم کیفیت رو نمیداند، برای که کیفیت نیست. اصلی کیفیت رو، اصلی چگونگی رو، چگونه بودن الله رو، چگونه نازل شدن، چگونه برآمدنش رو در نزد الله هم اینها انکار کردن و این کفر است و یک نمود کفر اکبر است. الله المستعان. ما میگیم اصلی کیفیت در نزد الله معلوم است و این تنها خودی الله میداند که چگونه است، اما ما کیفیت رو نمیدونیم. برای چی؟ کیفیت رو الله به ما خبر نداد، مجهول است در حق ما. و سؤال عنه بدعه، سؤال کردن، پرسیدن از چخیل صفت الله گفتن، این بدعت است. این بدعت عاقبتش به کفر، بدعت کفری میشه. و بعد از این امام مالک گفتن که ول ایمان به واجب، ایمان آوردن به این صفت واجب است. معنای استوا معلوم است در زبان عربی، معلومه، فهمیدی معنای استوا را فهمیدی، ایمان آوردن به تو فرض عین است، ایمان بیاور. چخیل نگفته گفتنت بدعت است، سکوت کن در این مسئله، الله میداند اینه، ما کیفیت به نمیریم. یعنی این است عقیده امام مالک، امام ابو حنیفه، امام احمد ابن حنبل، امام الشافعی و همه صحابه تابعین تبع التابعین رضی الله عنهم اجمعین. بارك الله فيكم. انا این است عقیده سلف صالح. شیخی که ما در شرح کتاب اصل سنت و اعتقاد الدین که ابو حاتم الرازی و زرعة الرازی رو ابن ابي حاتم نوشتند، در این مسئله خیلی زیاد صحبت کردیم، عقیده سلف خیلی زیاد در این مسئله بیان کردیم. بارك الله فيكم. انا کنون
همین عقیده که امام مالک بیان کردن از سلف درباره استوا درباره نزول هم همین است. ما درباره نزول هم میگیم که النزول معلوم یا که غیر مجهول، بگید النزول غیر مجهول یا که النزول معلوم، چخیلی که الاستواء معلوم، النزول معلوم والكيف غير معقول یا که مجهول والسؤال عنه بدعه والإيمان به واجب. نازل شدن الله معلوم است، نازل شدن یعنی از بالا به پای، معناش معلوم است یا نیست. نزول در زبان عربی از پایین به بالا نه، از پهلو به پهلو نه، از طرف راست به پیش و عقب نه، بلکه معلوم است. نزول از بالا به پایین است. هر کسی که غیر همین سخن رو گفت عقلش رو خورده است، عقلش مریضی دارد، تبوت کرده شده. و چگونگی نزول الله برای ما غیر معقول است. ما این تصور کرده فهمیده نمیتونیم. غیر معقول، مجهول است، به ما مجهول است، یعنی ما نمیدونیم، مکلف نیستیم در این مسئله. و سؤال عنه بدعه، سؤال کردن از چگونگی نازل شوی الله بدعت است. ایمان آوردن به همین نزول الله فرض عین است و این به همین آمنت بالله تعلق دارد برادر. و البته حدیث های دیگر به این دلالت میکند که نزول الله در حدیث های دیگر هم ثابت شده است. چهل که امام احمد در مسندشان مجله دوم صفحه 405، الدارمی در مصنفشان با رقم 1478 از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند و در امام مسلم هم با رقم 758 آمده است. لشطر اللیل گفت، لشطر اللیل. ما حدیثی که ورده متفق علیه نازل شوی الله رو کدام وقت رو از وقت این عالم ذکر کرد؟ آخر شب، 3:1 آخر شب. لیکن حدیث دیگری 3 است که ثابت میکرد که الله در نصف شب هم نازل میشد. خیلی که این حدیث در روایت امام مسلم است، احمد است، دارمی است که میگه که حين يبقى نصف اللیل الاخر، وقتی که باقی میماند نصف شب آخر، نصف اللیل الاخر، یعنی نصف شب اولش نه و آخر ترش. در روایت دیگر آمده است که حين يبقى ثلث اللیل الاخر، یعنی ثلث اللیل اوله. در بعض روایت ها میگه که کل لیلتی، روایتی که در نصف اولی شب میگه امام نسائی در کبرا مجله 6 صفحه، احمد در مسند مجله 4 صفحه 81، دارمی در مسند با رقم 1480، طبرانی در کبیر با رقم 1566 از حدیث جبیر ابن مطعم میبره رضی الله عنه. کل لیلتین، بله در حدیث کل لیلتین، ببینید در حدیث کل لیلتین. و در این مسئله اهل علم یعنی سخنهای زیاد دارند و متفق علیه رو به بالا بردند و بسیارتر مشهور آخر اللیل است. لیکن ابن تیمیه رحمه الله در این مسئله سخن زیبایی رو گفتند. ابن تیمیه رحمه الله گفتند که قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوی مجله 5 صفحه 472 گفتند که فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته باشند که ذکر کرده باشند نازل شوی الله را در وقتی که 3:1 اول شب میگذرد، آخر ثلث اللیل آخر یعنی ثلث اللیل اولی قسمی 3:1 قسم شب رو به 3 قسم تقسیم کنیم، قسم یکم رو وقتی که به پایان رسید در همین وقت الله نازل میشه. اذا ماذا ثلث الليل الاول، یعنی وقتی که ثلث قسمی 3:1 قسم شب، از 3 قسم شب یکم قسم اولش آخرش نه اولش وقتی که گذشت در این وقت نازل میشه. و اذا انتصف الليل، وقتی که نصف شب اگر همین ثابت شود گفتند حق است، پیامبر صادق است و مصدوق است. با این سخن های پیامبر گفتند نازل شوی الله گفتند 3 نمود است. یکمش
وقتی که 3:1 اول شب گذشت. دومیش وقتی که نصف شب 100% شد و به طرف باز پایان رفت. وقتی که 3:1 آخر شب باقی موند. و 3:1 آخر شب گفتند نازل شوی الله در این باب و هو ابلغ الانواع ثلاثه. یعنی این مسئله گفتن با از 3 قسم نازل شوی که حدیث اومد انمین است، یعنی بهترینش و افضلترینش و باز خوبترینش. بارک الله فیکم. پس این است برادر عزیزم در مسئله نزول الله. اما ایمان میاریم آمنا بالله و بنزول الله. اما اشعری و ماتریدی اهل تعطیل هستند، جهمی هستند. جهمی ها عقیده دارد که الله در بالای آسمان هم نیست، الله در بالای عرش نیست و الله نازل هم نمیشود و اصلا الله کیفیت نازل شوی هم ندارد، بالا شدن هم ندارد. الله در بالا گفتن را اشعری ماتریدی بت پرستی میگن. اشعری ها و ماتریدی ها علمای بزرگش در کتاب های غفصش میگوید که هر کسی الله را در بالای عرش گفت این بت پرست است میگه، این کافر است میگه. از اهل سنت را تکفیر میکنه اشعری ها و ماتریدی. اشعری ها و ماتریدی ها میگوید که هر کسی که بگوید که الله در صفاتش کیفیت رو دارد، مثلا میخندد، چگونه خندش خودش میداند، بله هست چگونه خندنش، صحبت میکنه چگونه صحبت کردنش خودش میداند، ما نمیدونیم، نازل میشه چگونه شه خودش میداند. همین کیفیت میگه. کسی که در نزد الله ثابت کرد که الله کیفیت دارد ولی ما نمیدونیم گفتم کفر است میگه. و این چنین نازل شوی الله کسی که اقرار کرد کفر است میگه، مجسمه است میگه. اعوذ بالله من ذلک. اشعری و ماتریدی با همین عقیدهش قرآن رو، سنت رو، پیامبر رو، اجماع صحابه رو، سلف صالح رو، تمام مسلمان ها رو انکار میکند و تکفیر میکند. آیا به ما مگر فرض نیست بیان کردن اشعری ها و ماتریدی ها؟ حقیقت حال اونها رو بیان کردن مگر ضرور نیست؟ عقیده انا همین روز علمایی که در تاجیکستان است، از مفتیات تاجیکستان سر کرده تا صوفی های دیگرش تا حاجیش و مولویش و ایشانش، همیشه عقیده نمیخواد کفری دارد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رو به خاطر چی بد میبیند؟ محمد ابن عبدالوهاب رو به خاطر چی بد میبیند؟ ما رو به خاطر چی بد میبیند؟ پیش از ما احمد ابن حنبل رو آشکار واضح مجسمه میگه. احمد ابن حنبل مجسمه است میگه. عقیده ما اهل سنت رو به خاطر اثبات صفات، به خاطر آمنت بالله عقیده مجسمه میگه. حالا که عقیده اشعری و ماتریدی عقیده جهمی است، عقیده تعطیل است. یعنی تعطیل چی؟ انکار استوای الله، انکار نزول الله، انکار خندیدن الله، انکار آمدن الله، انکار دست الله، پای الله، انگشت الله. هر انگشت های الله ما به تاجیکی بغون میگیم. ما این شرح دادیم در کتاب ابن قدامه المقدسی لمعة الاعتقاد، در شرح کتاب توحید 50 حلقه در باب اسما و صفات. برادر عزیزم 50 حلقه درباره اسما و صفات، همه این صفات ها رو بیان کردیم. درایت حلقه های توحید رو گوش کنید. 189 حلقه توحیدی است. اول ربوبیت، بعد الوهیت، بعد اسما و صفات. اسما و صفات رو در 50 حلقه بیان کردیم. برادر عزیزم گوش کنید، این حلقه های درسی برای شما است. 50 حلقه رو گوش کنید، مسلمان شوید در بالای توحید اسما و صفات و در همونجا همه این صفات ها رو گفتیم. اما اشعری ماتریدی ها عقیدهشون عقیده کفری است. اینا این کار میکنن بالکل این کار میکنن. و همچنین در باب کتابی، در شرح کتابی بارک الله فیکم اصل سنت اعتقاد الدین، در این باب اسما و صفات خیلی صحبت کردیم و حالا صحبت ها هر دفعه زیاد میره ایشون. الله رو شناس، این توحید است. این توحید است. توحیدی یکتا پرستی در اسما و صفات است. پس بارک الله فیکم عقیده اشعری و ماتریدی عقیده الحادی است. الحاد چیست؟ در باب اسما و صفات انکار اسما و صفات عقیده الحاد است. الذين وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الله میگه که مسلمان ها ترک کنید
کسانی رو که در اسما و صفات الله الحاد میکرد. اشعری و ماتریدی ها ملحدین در اسما و صفات الله هستند. ترک کنید. این بابای ایشونتونه، این حجیتونه، این اشعری ها و ماتریدی ها. اکنون یکی از صفات های دیگری الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی بانمی پنجهش، به دستش، به کف دستش آسمان رو، زمین رو، آسمان ها و زمین رو و آسمان و زمین رو در بعضی میگیرد و پخش میکند. پخش مغجیم میگن، زیر میکند. اگر میخواید به دستتون یک چیز کاغذ بگیرید، میخواید پخش کنید، الله اینقدر ذات بزرگ است که آسمان و زمین میگیرد، میخواید مثل یک کاغذی که من شما زیر میکنیم پخش میکنیم، میخواید پخش میکنید. الله اکبر. ایمان بیاور به قبضه الله، ایمان بیاور. قبضه الله به ایمان بیاری یعنی به دست الله، به کف الله. الله کف دارد، انگوش دارد. ایمان بیاور. در حدیثی که امام بخاری روایت میکنن، امام البخاری و مسلم روایت میکنن، امام بخاری با رقم 4812 و 6519 7382، یعنی این حدیث رو 3 مرتبه در کتاب صحیح بعد از قرآن صحیح بخاری 3 مرتبه تکرارا ذکر کردن. برای چی؟ برای حجت، از هر کجا حجت گرفتن. امام مسلم در صحیح بخاری در صحیح مسلم یک مرتبه ذکر کردن با رقم 2787. حدیث چی است؟ ببینید. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می گفت. حدیثی که سمعت است قوی ترین درجه حدیث در باب مرفوع است. از قال دیده و از عن رسول الله دیده سمعت شنیدم قوی ترین درجه حدیث در این باب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یقبض الله الارض، به قبضه اش میگیرد الله زمین را، و یطوی السماء بیمینه، و آسمان را به راستش، ثم یقول، و یطوی یعنی پخش میکند زمین را به یک دستش و به دست راستش آسمان را، و یطوی یعنی قبض میکند، پخش میکند. و بعد از این میگد که الله بعد از این میگد که انا الملک، من ملک هستم، من پادشاه هستم، به معنای که پره و کامل و حقیقی. این ملوک الارض، کجا هستن این پادشاهچه های زمین؟ کجا هستن این پادشاه های زمینی که حکم الله تحریف کردن، انکار کردن، سربرداری کردن؟ هیچ کسی نیست. ملک الله هست، الملک الله هست سبحانه و تعالی. پس ایمان بیاور به این، ایمان بیاور به این که الله سبحانه و تعالی همچنین است. لیکن بیایید، من فکر میکنم که به این صحبتمون خیلی طولانی شد. این حلقه به این حلقه هم درس ما پایان نمیاد، معذرت خواهی میکنم. اگرچه در حلقه اول گفتیم، در اولی حلقه گفتیم که پایان میشود، نه، باید در باب بزرگی الله، قبضه الله، زمین آسمان رو یعنی گرفتنش و قدرت الله و غیره، ان شاء الله در حلقه بعد صحبت میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.